خانم وزیری؟ بله. حالتون خوبه خانم؟ میتونم کمکتون کنم؟ نه، کاش بمیرم. چرا آخه دختر؟ مگه چی شده؟ این آشغال لجنی که همین الان خونه‌اش اومدن بیرون دوست دارم از دهنش نمیافتاد. قبول با هم ازدواج کنیم، به خاطرش تو روی خانواده‌ام وایسادم. حالا یه چیز الکی و مسخره رو بهونه کرده من از خونه پرت کرد بیرون. آنی ناراحت نباش. برو بابا آقا، چیا ناراحت نباشم؟ چجوری ناراحت نباشم؟ اول از همه یه چیزی بهت میگم آویزه گوشت کن. بعضی از تجربه ها توی زندگی بهای خیلی سنگینی داره. این اتفاق به تو 3 تا چیزو یاد داد. 1. یه سری از چیزا دلتو میشکنن اما چشاتو باز میکنن. 2. هیچ چیزی از هیچ کسی بعید نیست. 3. این که هیچ چیزی تو این دنیا ارزش اینو نداره تو روی خونوادت وایسی، حتی عشق. تا جایی داری و سلش و سر و صورت تو مرتب کنی جلو آینه، تا جایی داری حال محبتو به اون که هر روز زندگی تو رو گایده.